کاوه آهنگر، کاری از سرزمین مادری. در دامنه البرز کوه در کارگاه آهنگری گرد مردی میزیست که چند فرزند دلاورش را به اژدهای ستم باخته بود. او کاوه نام داشت، آهنگری که از کوره جانش شراره های خشم و داد زبانه میکشید. به فرمان شاه جهان قارن پور کاوه آهنگر را می جوییم. ای پدر، مگذار که مرا همچون برادرانم به کام اژدها برند. به یزدان پاک که دیگر بس است، همه فرزندان برومندم را از من ستاندید. این واپسین فرزند من است ای بیدادگران. ضحاک ماردوش بر تخت آجین خود تکیه زده و تاج فیروز فام بر سر نهاده بود. در آن هنگام که هنوز فرمانروایی جاودانه می نمود، بزرگان و بهتران ایران زمین را به بارگاه خویش فراخواند. ضحاک بر آن بود که با جلب رضایت و بیعت آنان پایه های لرزان فرمانروایش را استوار سازد و بر سلطنت خود مهر جاودانگی بزند. ای فرزانگان، در قلمرو من جوانی بالیده که گرچه نارسیده است خردش کهن است. پهلوانیست بی اصل و نسب، اما شجاع سترگ. او را موبدی پرورده و راه و رسم جهان را به او یاد داده است. من فرمان روای 7 اقلیم که فرمانم از ماه تا ماهی روان است. از سایه دشمن نمی هراسم، اما از گردش روزگار بیمناکم. سپاهی چنان عظیم از دیوان آدمیان خواهم آراست که زمین را به لرزه درآورد. از این رو امروز شما را فراخواندم تا گواه عدالتم باشید. بگذارید مردمان بدانند که من جز به نیکی نمی اندیشم. ترس از فریدون چنان در جان ضحاک ریشه دوانده که او را به تکاپو انداخته تا از بزرگان گواهی دادگری بگیرد و خود را پادشاهی درست کار نشان دهد. بزرگان از بیم جان از پیر و جوان همگی به نیکی و دادگری ضحاک گواهی دادند و آن را امضا کردند. ولی در میان این سکوت سنگین و ترسالود فریاد دادخواهی مردی در درگاه ضحاک طنین انداز شد. شاها! شاها، منم کاوه دادخواه، آهنگری که کوره دلش با خون 17 جوان گداخته است. 17 ستاره از آسمان خانم فرو ریخته و اکنون دست اهریمنیت به سوی آخرین شعله امیدم دراز شده. تو شاهی و گر اژدها پیکری، بباید بدین داستان داوری که گر 7 کشور به شاهی تو راست، چرا رنج سختی همه بهر ماست. سپهبد به گفتار او بنگرید، شگفت آمدش کان سخنها شنید. ضحاک از بیباکی کاوه در شگفت بود. به خوبی می‌دانست که اگر فرزند کاوه را رها نکند همه تلاشش برای کسب گواهی دادگری بی نتیجه خواهد بود. کاوه آهنگر، فرزندت را به تو باز می‌گردانم، ولی تو نیز همچون حاضران این مجلس باید گواهی دهی که دست من جز به داد نجنبیده است. وای بر شما ای گواهان دروغ،
ای که جان را به ننگ فروخته اید، چگونه در پیشگاه یزدان پاک سر خواهید افراشت آنگاه که گواهی دادید این اژدهای خونخوار شبانگر است؟ نباشم بدین محضر اندر گواه، نه هرگز براندیشم از پادشاه. خروشید و برجست لرزان ز جای، بدرید و بسپرد محضر به پای. کاوه در حالی که از خشم میلرزید نامه را پاره کرد. با گام‌های استوار چون کوه در میان ترس و حیرت ضحاک و درباریانش همراه فرزندش قارن تالار را ترک کرد. ای خداوندگار، چگونه گذاشتین مرد آهنگر آبروی تاج کیانی را بریزد؟ همه محضر ما و پیمان تو بدرد بپیچد ز فرمان تو. آنگاه که او به تالار درآمد گویی کوه آهن میان ما سر برآورد. در فریادش غرش آذرخش بود و در نگاهش درخشش شمشیر. ندانم چه شاید بدین زین سپس که راز سپهری ندانست کس. هنگامی که کاوه با گام‌های استوار و چشمانی پر از خشم از درگاه ضحاک بیرون آمد، جمعیت بزرگی گرد او شدند. او چرم آهنگریش را بر سر نیزه زد و آن را به نشانه خیزش و آزادی بالا برد. از آن چرم که آهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درای. همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخاست گرد. ای مردمان آزاده، به پا خیزید و این دیو اهریمنی را از تخت بیداد به زیر کشید. این پرچم نماد آزادی و داد است، نشانی از آرمانهای ما. امروز روزی است که باید دلیرانه به سوی راستی گام برداریم. امروز روز گزینش میان فریدون و ضحاک است. کسی کو هوای فریدون کند، دل از بند ضحاک بیرون کند. بپویید که این مهترا هرمن است، جهان آفرین را به دل دشمن است. بدان بی‌بها ناسزاوار پوست، پدید آمد آوای دشمن ز دوست.